چطور وارد بازار ارز دیجیتال بشیم؟ به نام خدا، عرض سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. بدون هیچ مقدمه‌ای وارد آموزش میشیم. خب، برای شروع کار با بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال لازمه که شما وارد یک صرافی بشین که ابتدای کار باید یک صرافی ایرانی رو انتخاب کنیم. چرا؟ چون ما از ایران لازم است که پول تومن یا ریال رو تبدیل به ارز دیجیتال کنیم. خب، ارز دیجیتال انواع و اقسامی داره که در ادامه با ما اشاره میکنم. خب، من صرافی والکس رو به شما پیشنهاد میکنم که چندین سال بنده هم تو این صرافی مشغول به فعالیت هستم و سابقه خوبی هم داره. خب، برای این کار لازمی که وارد این آدرس بشیم walex.ir. تو نمای کلی این سایت آیتم‌های مختلفی مشاهده میکنین که در ادامه آموزش به اونها اشاره خواهم کرد. برای مراحل ثبت نام لازم است که شما بر گزینه ثبت نام کلیک کنین. در صفحه باز شده موبایل به رمز عبور و سایر اطلاعات شخصیتون رو وارد کنین و مراحل ثبت نام رو پیش برین. ولی اشاره به اون میکنم که مقدمه‌ای باشه بر ثبت نام این سایت. خب، اگر در مراحل ثبت نام مشکلی به وجود اومد میتونین پیام بذارین. من در خدمت شما هستم و در هر مرحله‌ای که شما مشکل داشتین راهنمایی خواهم کرد. خب، در اینجا شماره موبایل رو وارد میکنین، رمز عبور خودتون هم در این قسمت وارد میکنین. در نظر داشته باشین که رمز عبور شما باید این خصوصیات رو داشته باشه، یعنی 8 کاراکتر باشه، یک حرف کوچک داشته باشه، یک حرف بزرگ. اینا حداقل ها هستن، حداقل یک رقم داشته باشه. این شرایطی که شما به عنوان رمز عبور مشخص کردین اینجا برای شما این موارد رو به صورت تیک سبز رنگ نشون میده. به عنوان مثال من یک رمز رو وارد میکنم که همه این مشخصات رو داشته باشه. مشاهده میکنین که تمام این موارد تیک سبز رنگ خورد. پس اگر در جایی شما رمز رو درست وارد نکرده باشین این موارد تیک سبز رنگ نمیخوره. خب، بعد از این مرحله وارد کد دعوت میشین. اگر از شخصی که شما رو دعوت کرده به این والکس کد دعوت داشته باشین میتونین این کد دعوت رو اینجا وارد کنین. به عنوان مثال کد دعوتی که بنده تو این صرافی کار میکنم و میتونم در اختیار شما قرار بدم و در زیر همین ویدیو هم قرار میدم J بزرگ، R بزرگ، V کوچیک و G بزرگ هست که این کد دعوت رو اینجا وارد کنین و در نهایت ثبت نام شما تکمیل بشه. حسنی که برای شما داره اینه که معاملات شما با کمترین کارمزد معامله انجام میشه. یعنی شما هر خرید و فروشی که انجام بدین اون پرسنت کارمزدی که باید به صرافی والکس بدین کم میشه. یه حسنی هم برای اون کسی که بشه از شما دعوت کرده داره اینه که معاملاتی که شما انجام میدین و هزینه‌ای که بابت معاملات صرافی از شما میگیره یه مبلغی از هزینه‌ای که صرافی میگیره به شخص دعوت کننده داده میشه. خب، بعد از اینکه این مراحل انجام دادین این تیک رو انجام میزنین، یعنی شما شرایط قوانین والکس رو قبول دارین و گزینه ثبت نام در والکس رو کلیک میکنین که در ادامه این مراحل از شما نام خانوادگی، مشخصات شناسنامه، کارت ملی و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات رو از شما میگیره و مراحل ثبت نام شما تکمیل میشه. بر فرض این که شما ثبت نام در والکس رو انجام دادین و روی گزینه ورودی در بالای صفحه بود کلیک کردین وارد این سایت میشین که در مراحل ورود از شما شماره موبایل و شماره موبایلی که شما ثبت نام کردین رو میخواد.
شما موبایلی که وارد کردین یک کدی برای موبایل شما ارسال میشه، شما کد وارد میکنین و وارد این صرافی میشین. خب در این صرافی شما آیتم‌های مختلفی میتونید مشاهده بکنید. تو این قسمت شما اول میتونید زمینه رو بکنین مشکی که یا در حالت عادی باشه این سایت. خب من خودم ترجیح میدم که تو این حالت باشه. در معاملات پیشرفته، خرید و فروش آنی، بات معامله گر، لیست سفارش ها. بعضی موارد این سایت و این صرافی به شما توضیح میدم که بیشتر مورد کاربرد هست و در آموزش‌های آتی و در فرصت مناسب سعی میکنم که آموزش‌های بیشتری از این سایت نیز در اختیار شما قرار بدم. فقط این نکته رو بگم خدمتتون که هدف اولیه ما اینه که ما بتونیم تو این صرافی ثبت نام کنیم، پول خودمون رو تبدیل به تتر یا ارز دیجیتال دیگه بکنیم و بتونیم معاملاتی تو این سایت، تو این صرافی شروع کنیم. خب نکته هم که لازم است خدمتتون بگم، صرافی بالکس علاوه بر سایت، یعنی شما لینک سایتی که دارین میتونین وارد این صرافی بشین، اپ مخصوص به خودش هم داره که بر روی موبایل یا کامپیوتر هم نصب میشه. شما میتونین از طریق این اپ هم وارد صرافی بشین و خرید و فروشتون رو انجام بدین. خب در قسمت معامله شما معامله پیشرفته رو که بزنین میتونین، خب این صفحه مربوط به نوع آموزشی هست که مربوط به معاملاتی هست که به شما توضیح داده میشه که شما چجور میتونین تو این صرافی معامله انجام بدین و مونیک مدت زمان آموزشی هم که اینجا گذاشته 2 دقیقه و 53 ثانیه است. خب من الان با این کاری ندارم، میبندم این صفحه رو. خب در صفحه‌ای که باز میشه، الان متوجه شدم، در صفحه‌ای که باز میشه شما میتونید آیتم‌های مختلفی اینجا مشاهده بکنید. خب در اینجا همونجور که اول آموزش خدمت شما عرض کردن، شما لازم است که یک مبلغی وارد این بازار بکنین و بتونین مبلغ تومن خودتون رو تبدیل به ارز دیجیتال بکنین. برای این کار لازمه که شما وارد این قسمت بشین و در قسمت واریز تومان کلیک کنید و در این قسمت لیست شماره کارت هایی که شما در ابتدای ثبت نام وارد کردین یا در ادامه میتونید با زدن گزینه افزودن شماره کارت های خودتون که به نام شخصی که ثبت نام در این سایت انجام داده، در این صرافی انجام داده، میتونه شماره کارت های خودش رو اینجا وارد کنه و ثبت شماره کارت بکنه. فقط نکتهش اینه که شماره کارت باید به نام کسی باشه که توی این صرافی ثبت نام کرده. خب از این که شما شماره کارتی رو اینجا وارد کردین، از همون شماره کارتی که شما ثبت نام رو انجام دادین باید میتونین مبلغتون رو واریز کنین. مثلا من اینجا مبلغ 1,000,000 ریال وارد میکنم که حداقل 10,000 تومان تراکنش انجام میشه و زیر 10,000 تومان قابل انجام نیست. خب یه کارمزدی شاپرک میگیره و مبلغ واریزی به کیف پول شما از اون مبلغ کارمزد شاپرک کسب میشه و به حساب شما وارد میشه که روش پرداخت از طریق درگاه بانکی بسیار راحته و همه آشنایی دارن با این مرحله. خب بعد از این که شما کیف پول خودتون رو شارژ کردین، دارایی شما توی قسمت به شما نشون داده میشه و در این قسمت به شما میگه که شما چه ارزی دارین، چه مبلغی دارین. بعد از این که شما پولو به تومن وارد این بازار کردین، وارد معامله پیشرفته میشین و در این قسمت میتونید انواع بازارهای مالی رو از طریق سمت چپ این ارزی که اینجا هست مشاهده بکنید
و روی هر کدوم از این بازارها که کلیک کنید نمودار کندلی این بازار رو اینجا به شما نشون میده و در زیر میتونین خرید و فروش خودتون رو انجام بدید که در ابتدای کار لازم که شما خرید انجام بدید. خب نکته‌ای که هست، شما بر دو پایه دلار که تتر هست یا تومن میتونیم تو این بازار خرید و فروش کنید. در ابتدای کار شما پول تومن وارد این صرافی کردین، پس هنوز به دلار تبدیل نشده. معاملات شما میتونه بر اساس تومن باشه. خب مثلا همینجوری که مشاهده میکنین در این قسمت بنده 4,261,000 تومان در دسترس دارم که میتونم روی این مبلغ معامله انجام بدم. یعنی این قسمت خرید هست و این قسمت فروش. همینجور هم که مشاهده میکنید لیست فروشندگان اینجا و لیست خریداران هم اینجا هست. پس من اگر بخوام که ارزی رو الان خرید انجام بدم، کافیه بیام تو لیست فروشندگان، قیمت فروشندگان اینجا به ترتیب مشاهده میکنم، مقدارشون رو مشاهده میکنم و لیست خریداران هم اینجا به ترتیب در زیر هم قرار داره. خب همینجایی که مشاهده میکنین فروشنده ها اون قیمتی که کمترین قیمت هست در بالا قرار داره و به همین ترتیب هر چه قیمت بالا میره این لیست صعودی تر میشه. در قسمت خریداران اون قیمتی که شخص بیشترین قیمت رو خرید داره در بالاترین قسمت قرار میگیره و بقیه قیمت ها به صورت نزولی قرار میگیرن، یعنی قیمت های کمتر به سطح پایین تر قرار میگیرن. مثلا من اگر قرار باشه این بازار که الان روی بیت کوین قرار داره که اینجا شما مشاهده میکنید بیت کوین بر مبنای تومن، این در زیر اینم نمیشته که بیت کوین بر مبنای تومن، که اگر قرار باشه من با بیت کوین خرید کنم باید تومن موجود داشته باشم. پس من اینجا چون موجودی تومن موجود دارم میتونم معامله رو انجام بدم. همینجور که مشاهده میکنیم این قسمت نرخ فعلی هر واحد بیت کوین رو به شما نشون میده. تغییرات در 24 ساعت گذشته 1.67% در این تاریخ، یعنی 1/4/2024 در این ساعت 1.67% تغییر کرده. بالاترین قیمت در 24 ساعت گذشته 4,399,000,000 بوده که الان 4,398 میلیون، یعنی خیلی تغییری نکرده، یعنی نزدیک به اوج قیمت 24 ساعت گذشته هستیم و پایین ترین قیمتی که در 24 ساعت گذشته بوده 4,319,000 بوده. حجم معاملات در این صرافی روی ارز بیت کوین 16.22 بیت کوین بوده و قیمت جهانی بیت کوین به دلار 70,709 دلار است. اینم از شناخت این نمو. در زیر این قسمت هم شما کندلای بازار رو مشاهده میکنین، بازار بیت کوین، که میتونین این کندلا رو روی 1 ساعته، 3 ساعته، 6 ساعته یا دیلی روزانه تغییر بدید. مثلا اگر من بزنیم روزانه، این کندلای روزانه است که هر کدام از این کندل ها یک کندل روزانه رو به شما نشون میده. پس همینجور که مشاهده میکنیم روند سعودی هست. خب حالا با این کندل ها فعلا کاری نداریم. در قسمت دیگه هم معامله های بازار جهانی و معامله های بازار فالکس، یعنی شما الان به صورت پیش‌فرض روی معامله های بازار والکس قرار داره این نمودار و اگر روی این قسمت کلیک کنیم وصل میشیم به معامله های بازار جهانی که اختلاف آنچنانی وجود نداره غیر معامله های بازار والکس و بازار جهانی. در قسمت پایین تر ما
دو نوع معاملات رو اینجا مشاهده میکنیم، معاملات اثبات و معاملات تعهدی، که این قسمت معاملات تعهدی آیتمیه که جدیداً به این صرافی اضافه شده و در ادامه آموزش‌های آینده سعی میکنم که این قسمت هم به شما آموزش بدم. خب در مرحله اثبات شما همونجوری که گفتم در دو ستون مجزا میتونین فعالیت کنید. اگر شروع کار هستید در قسمت خرید برای خرید ارز و در قسمت فروش اگر ارزی داشته باشیم میتونیم در معرض فروش قرار بدیم. خب ما الان میخوایم بعد از این که ارز مبلغ تومان رو وارد این سایت کردیم ارز مورد نظرمون خرید کنیم و همین منظور از لیست قیمت فروشندگان، از لیست قیمت خریداران، چون ما با عنوان خریدار هستیم، قیمت هایی که اینجا هست رو میتونیم روش کلیک کنیم، هرجا کلیک مشاهده کنیم وقتی روی این قیمت کلیک کنیم اینجا قرار میگیره، یا این قیمت یا این قیمت یا هر قیمت دیگه خواستیم. وقتی کلیک کنیم این مبلغ اینجا قرار داده میشه و میتونیم با این اهرام مقداری که میخوایم رو به صورت مبلغی عنوان کنیم که چه مبلغی قصد خرید داریم، یا به صورت عددی از مبلغ تومانی که شما دارین اینجا مثلا من فکر میکنم 2 میلیون تومن از مبلغ 4 میلیون خورده که اینجا موجود هست در سقف قیمتی فرضاً این قیمت برای من خرید کن، که اگر من گزینه خرید رو بزنم در صف خرید قرار داده میشه. خب عنوان انسان من یه قیمت دیگه رو انتخاب میکنم، مثلا این قیمت که اینجا قرار داده میشه و برای که شما نشون بدم که مثلا قیمت دیگه هم میتونین وارد کنین، من خودم میام یه قیمتی رو میزنم و اینجا خودم فرضاً 7 میزنم، میگم در این قیمت برای من خرید انجام بده و بعد از این که گزینه خرید رو بزنم خود صرافی به من میگه بیت کوین چون بازار بیت کوین به تومن میخوایم قیمت این مبلغ، قیمت واحد این مبلغ مقدار اینقدر بیت کوین و اینقدر کارمزد خرید کنیم که دریافت تقریبی شما بعد از خرید اینقدر دریافت میکنیم. من تایید سفارش رو که بزنم میاد در لیست خریداران قرار میگیره. این فلش کوچیکی که اینجا قرار داده میشه همون آیتم خرید بنده است که در اینجا قرار داده شده. میتونم بیام در قسمت پایین لیست سفارش‌های خودم رو ببینم که این سفارشی که اخیراً قرار دادم اینجا این سفارش هست که میتونم اگر لازم شد لغو کنم یا ثبت بدم که خرید برای من انجام بشه. پس این سفارش بیت کوین به تومن در قسمت خرید با قیمت ثابت اینقدر این دار بیت کوین قرار داده شده که خرید انجام بشه، ولی من الان قصد خرید ندارم و اون رو میزنم و لغو سفارش. اونجا که رو شده بکنید آیتم های خرید دیگه برنده است که در این بازار خرید فروش انجام دادن که در زیر قرار داده شده. خب بعد از اینکه شما ارزی رو خرید کردین میتونین به همین ترتیب در معرض فروش قرار بدین. خب مثلا ارز فانتوم FTM بر مبنای تومن من کلیک میکنم چون این ارز رو من موجود دارم که سند خودم مولوار مثال اینجا میارمش. در قسمت فروش لیست فروشندگان در این قسمت پایین در این نرخی که شخصی قرار داده که باید بفروشه این ارزو 61648 تومن هست. این نکته رو خدمتتون بگم
که این بازار بر مبنای تومن هست و ریال جایگاهی نداره. خب اگر من روی این قیمت کلیک کنم میبینید این قیمت میاد اینجا قرار میگیره، یا هر قیمت دیگه که اینجا کلیک کنم میاد اینجا قرار میگیره، یا خودم میتونم بگم من میخوام قیمت 61,700 ارز خودم بفروشم. نکته ای که هست هرچی از بالاترین قیمت به سطح پایین میری قیمت ها افزایشی میشن، یعنی پایین قیمت در اولین سطح قرار میگیره. خب من میخوام این ارز رو به قیمت 61,700 بفروشمش. خب چه مقدار از این ارز رو میخوام بفروشم؟ ورودی من 33 ممیز خورده از FTM هست، یعنی از فالدو. اگر این نقطه رو تا آخر بکشم کلی مقدار ارز من به فروش میرسه و در این قسمت میگه اگر ارز شما با این مقدار و به این مبلغ به فروش برسه به این مقدار تومن پول برای شما حاصل خواهد شد. من الان قصد فروش این ارزان ندارم و اگر فروش رو بزنم در لیست فروشندگان قرار میگیره و این ارز در نوبه خودش و در صورتی که به قیمت 61,700 برسه به فروش میرسه. خب من الان قصد فروش این ارز رو ندارم، پس گزینه فروش رو نمیزنم. خب نکته ای که از شما میتونید زمانی که میخواین ارزتون رو به فروش برسونین، ارز دیجیتالی که دارین رو به فروش برسونین، میتونین اونو بر مبنای تتر یا بیت کوین هم به فروش برسونین. یعنی من اینجا فانتون رو دارم، بر مبنای تومن خریدم، ولی الان میخوام فانتون رو بفروشم، تبدیلش کنم به تتر یا تبدیلش کنم به بیت کوین. خب در قسمت بالای صفحه پایه‌های بازار تتر برای این ارزها موجوده که اگر مشاهده بزنید میتونید بقیه ارزهایی هم که بر پایه تتر خرید و فروش میشن رو مشاهده کنید و در پایه بیت کوین نیز تو این ارزها میتونید مشاهده کنید. خب الان در حال حاضر من فرض کنیم که میخواهم تو بازار تتر بر پایه تتر فانتون خودم رو بفروشم. اگر اینجا کلیک کنم، خب تو این قسمت همونجوری که مشاهده میکنید تومن تبدیل شد به USDT، اینجا هم تبدیل شد به USDT و پایه بازار ما FTM یعنی فانتوم بر مبنای USDT شد. یعنی من میتونم مقدار فانتوم خودم که همون مقدار هست 33.1 بر مبنای این که بازار USDT هست به فروش برسونم. اینجا هم دوباره مجدد بازار فروشندگان رو مشاهده میکنیم که فرضاً من قرار میدم روی $1 یک USDT و مقدار 33 FTM یا فانتون خودم رو بر این مبنا به فروش میرسونم که اگر گزینه فروش رو بزنم در لیست فروشندگان اضافه میشه. که تا اینجای آموزش شما با روش ثبت نام در این صرافی آشنا شدین و نحوه واریز مبلغ تومان به صرافی و خرید ارز و معاملات مقدماتی آشنا شدین و نکته‌ای که در انتهای این آموزش خدمت شما لازم است عرض کنم این است که شما از سمت چپ این صفحه میتونین لیست ارزهایی که موجود هست رو مشاهده کنید و اسکرول کنین به سمت پایین، یا میتونید در قسمت بالای صفحه هر ارزی که مد نظرتون بود و در این صرافی موجود بود سرچ کنید، مثلا ارز BNB
وقتی ارز رو سرچ میکنیم به شما نشون میده که BNB بر مبنای تومن، BNB بر مبنای USDT و BNB بر مبنای بیت کوین موجود هست که شما در ابتدای کار همونجور که توضیح دادم چون مبلغ تومان وارد صرافی کردین شما مبناتون رو بر مبنای BNB تومان قرار میدین و روی این گزینه کلیک میکنین و BNB یا هر ارز دیگه‌ای که میخواین رو خرید میکنین. خب در ادامه آموزش از شما تقاضا میکنم که اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین روی گزینه سابسکرایب در پایین همین ویدیو کلیک کنین و دکمه زنگ قلقم فشار بدین تا از آموزش‌های بعدی که در این کانال قرار میدم مطلع بشین و دلگرمی هم برای بنده باشه که بتونم در ادامه آموزش‌های بهتری و در خدمت شما باشم. تا آموزش دیگه که بخش دیگه این صرافی هم در خدمت شما باشن شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.